در 3 ماه اول سال 2022 قریب 33,000 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه گرفتند. این 23.9% یا قریب چهارک تمام آنهایی را که امسال شهروند روسیه شدند تشکیل می‌دهد و تاجیکستان در این چمپیونات غیر رسمی دریافت شهروندی روسیه بعد اوکراین 39.6% جای دوم را به دست آورد. کشورهای باقی مانده را خیلی قفا گذاشته. به حساب میانه امسال هر روز 365 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه به دست آوردند. سال 2021 در عموم بیش از 103,000 از زادگان تاجیکستان یا به حساب میانه هر روز 284 تاجیکستانی شناسنامه تاجیکی خود را به شناسنامه روسی عوض کرده بود. روز 15 اپریل در مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه در پاسخ به درخواست خبرگزاری روسی تاس گفتند که در 3 ماه اول سال 2022 از همه بیشتر زادگان اوکراین و تاجیکستان شهروندی روسیه گرفتند. همصحبت تاس گفته است در ماه ینور، فوریه و مارس سال 2022 حدود 141,500 خارجی صاحب شهروندی روسیه شدند. شهروندی روسیه برای زادگان کشورهای سابق شوروی به ویژه جالب باقی میماند. امسال 97.2% یا 37,000 نفر از جمع آنهایی را که شهروند روسیه شدند شهروندان سابق اتحاد شوروی تشکیل میدهند. از جمله 39.6% زادگان اوکراین، 23.9% از تاجیکستان، 8% از قزاقستان، 7.9% از ارمنستان، 4.7% از ازبکستان، 4.5% آذربایجان، 3.6% قرقیزستان، 3.1% بلاروس، 3% مولداوا. در عموم امسال شماره آنهایی که شهروندی روسیه را به دست آوردند نظر به همین دوره یک سال پیش 12% کمتر است. در وزارت کارهای داخلی روسیه کاهش شماره گیرندگان شهروندی روسیه را مفصمی نامیدند، ولی منابع دیگر میگویند شماره داوطلبان شهروندی روسیه بعد شروع جنگ در اوکراین و هلاکت ده‌ها تن از زادگان کشورهای دیگر که بعد دریافت شهروندی روسیه به ارتش این کشور جلب شدند رو به کاهش آورده است. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه در طول سال 2021 735,000 خارجی شهروند روسیه شدند. بنا به آمارها در 8 سال اخیر حدود 300,000 تاجیکستانی شهروند روسیه شده. از سال 2000 به این طرف تقریبا 800,000 نفر از زادگان تاجیکستان سکونت دائمی در روسیه را اختیار کردند و اکثر آنها با اهل عائله‌هایشان شهروندی آن کشور را به دست آوردند. بر علاوه در سالهای آخر شماره آنها نیز در حال افزایش است که برای جستجوی زندگی بهتر خود را به کشورهای از روسیه نیز دورتر اروپا و امریکا میزنند. مقامات تاجیکستان هجرت مردم را به روند جهانی شوی ربط میدهد و میگوید در شرایط دنیای معاصر قریب یگان کشور از این روند بیرون نمانده است. اما جامعه شناسان میگویند برای مردم تاجیک محبت به زادگاه و فرهنگ چند هزار ساله‌اش نقش بارز دارد و افزایش روند هجرت اهالی به خارج از سرچشمه‌های جدی‌تر و پیش از همه از احساس ناامیدی آنها به آینده بهتر در وطن منشأ می‌گیرد.